ملا لطیف چنین حکایت کرد: من باری در ایام تابستان خواستم که به جای چله نشسته از آدمان علاقه خود را کنده درس‌های گذشته خود را دوباره از نظر بگذرانم. برای من جایی لازم بود که آش و نانی مفتم باشد. پس از طی مسافتی در کویر و بیابان بالاخره به مقصد رسیدم. ادامه چنان حکایت کرد که سنگ هم از این سرگذشت دلتنگ گردد. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسألک
وأتوجه إليه بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا أمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إليك وقدمناك بين يديك حاجاتنا. بقيت يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. باز بقيت يا وجيها عند الله صدش علي حيدر آبا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. دادش علی غصه نقطه شفای حیدر از این امام زاده نگیریم نمیریم پدر چشم انتظاره. همه بگید یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله. سید تن بشی کالا دو بردار یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا وجيها عند الله. السلام عليكم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بالشاب نالم بالشاب شاب كير بنالم جاي أسباب تبي تسير جاي نالم كلانجي تير خورده جاي تشرشي نالي دمام نالي دندل زمو بسام که بیزارم دل
این دیگه چیه؟ بخور جون بگیری. خودت چی؟ بخور بعد اگه دلت بود واسه داداشم یه دعا کن. بخور. على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. دلم خونه بابا حاجی، دلم خونه. نمیدونم تقاص کدوم گناهو دارم پس میدم. درست میشه انشالله، درست میشه. بد کردار مرض این بچه هم امونمو بریده. تمام داراییم همون یه دونه بزغاله بود. خدا وکیلی نمیدونم اگه این دفعه هم شفا پیدا نکنه چی کار باید بکنم. با خواست خدا درست میشه. خرج دوا و حکیمم کمرمو شکونده. نذر کردم امسال تا مرادمو نگرفتم همینجا خدمتش بمونم نوکری. ببین برادرم، برای کار خدا تو خط نشون نکش، مشیت گردن بگیر. چی کار کنم آخه بابا حاجی، دیگه طاقتم نمونده. تمام زندگیم از دست رفته. مقصر خودتی. شنیدم بین زوار حرفایی میزنی، هر چی میکشه از زبونته. ما برای خودت بگیم چقدر برادرت باید توبون تو رو بده. چی کار کنم؟ اگه امسال شفا پیدا نکنه چی کار کنم؟ شفا میخوایی؟ دلت صاف کن، شک توی دل مردم نکار تا کاری برات بکنی. لعنت بر این بر. چی شده اخوی؟ نمیدونم، بابا جوابشون کرده. جوابشون کرده؟ آره کفشاشون جفت شده. یعنی چی؟ من تو که زبونمو داغ کردم که به کسی چیزی نگم. از من نپرسی. سلام علیکم. به به علیکم السلام. در حال مطالعه دیدمتون، نخواستم مزاحم شما بشم. خواهش میکنم. ایدکم الله. ممنون. به میمنت از طرف دولت تشریف آوردید؟ نه خیر. پس قصد زیارت دارید به سلامت؟ زیارت و اگه قسمت باشه مدتی مجاورت. انشالله به سلامتی. ببخشید میپرسم، شما پیش نماز هستی؟ حقیقتش من هنوز حوزه هستم. حوزه؟ یعنی تدریس؟ تلمذ میکنم. بابا زودتر میگفتی برادر من. طلبه ای؟ البته دیگه چیزی نموند. ها جینفنگ شدی. والا فرصتی پیش اومد که بیام یک مقداری بعضی چیزا رو دوره کنیم. به به، بهترین دوران زندگیت. بله. شما که طلبه نبودی؟ نه سعادت نداشتم. البته تمام درس ها رو دوره کردم، حتی از طلبه ها بیشتر. شما قبلا ارتش نبودی؟ چطور مگه؟ همینطوری حد زدم. دیدم بزغاله رو گرفتید یاد رئیس پاسگاه دهمون افتادم. خیلی خوب، من دیگه باید برم. راستی اسم شما چیه؟ لطیف هستم. لطیف کاشفی. لطیف خان.
نبودی آقا برات غذا نگه داشتم. باز برای من غذا آوردی؟ برای چی این کارا رو میکنی؟ برای داداشم دعا کن. شفیشو شفا بگیر. من؟ براش دعا کن آقا. شما مرد خدایی، دعات گیراست. اشتباه میکنی، من اونطوری که تو فکر میکنی نیستم. نیستی؟ خودم هنوز کلی گرفت و گیر دارم. یه عالمه سوال هست که جوابشون نمیدونم. پس بیام برای برادر تو شفاعت کنم. مگه تو از حاجی متولی کمتری؟ حاج متولی کیه دیگه؟ همین متولی دیگه. فکر کنم این داستان آب شفا رو هم از خودش در آورد. از خودش در آورده؟ وقتی پیر بابا اینجا بود از این داستانا خبری نبود اصلا. اون کیه؟ پیر بابا متولی اینجا بود. نفسش هم خیلی خیر بود. تا اینکه نمیدونم سر کله این یکی از کجا پیدا شد. پا قدمش هنوز نیومده پیر بابا به رحمت خدا رفت و این شد متولی. آب شفا رو از کجا میارن؟ میگن کرامت باباست. تو آدمای حوالی رو میشناسی نه؟ خونه ای هست پشت این زیارتگاه. خونه حاجی متولی رو میگی؟ تو این اطراف هیچ کس غیر از حاجی متولی خونه نداره. از زن و بچه حاجی هم اینجا هستن. زنش که نه. زنش خیلی سال از دنیا رفته. حاج متولی فقط یه دختر داره که باش تو همون خونه زندگی میکنه. البته ستاره هم هست که خدمتشونو میکنه. پس فقط دختر حاجی تنها زنیه که تو اون خونه زندگی میکنه ها؟ حاج متولی بعد از فوت زنش دوباره دیگه هم زن گرفت، ولی هیچ کدوم جای اون یکی اولی رو براش پر نکرد. یا خود حاجی مچشونو میگرفت وقت دزدی، یا اینکه ایل و تبارشونو میریختن اینجا واسه مفت خوری. حاجی هم دیگه چشش از زن جماعت ترسید. دخترش هم تو خونه زندانی کرده که مبادا چش و گوشش باشه. زندانی کرده. حالا تا حاجی متولی نگه پاش از خونه بیرون نمیذاره. بالاخره نگفتی مرد خدا. برای داداشم دعا میکنی؟ برادر من خودم محتاج دعام، ولی چشم دعا میکنم. منم علی. سلام آقا جان. سلام علیکم. شرمنده آقا جان، ببخشید دنسو. ما رو حلال کن آقا. کجا؟ یه جایی زیر همین آسمون خدا. چه وای نجده؟ چاره نیست، بابا جوابمون کرده. خداحافظ. وایسا ببینم یعنی چی بابا جوابت کرده؟ نمیتونم وایسم. خداحافظ. یه دقیقه صبر کن حاج آقا. نمیتونم، اگه وایسم نفرین بابا دامنمو میگیره. نفرین بابا دیگه چیه؟ آخه بابا هر کیو جواب کنه و نره دچار بدبختی میشه. خداحافظ. میگه جوابم کرده. تو از کجا فهمیدی بابا جوابت کرده؟ کفشا، این کفشای سگ مصب جفت شدن.
من آقا کفشم رو بلد همه مدت های آقا کفشم رو دور شدم قبولم نکرد آقا من شما سفارت من خرج ورزش هرچی شد رو چشم حاج آقا. خرج زیادی نداره. من شما رو کاملا مناسب تشخیص دادم. البته در واقع این ما هستیم که نیاز داریم. بابا که نیازی نداره. بله چشم در خدمتیم حاج آقا. شما پرداخت کن، زحمت ساختش به گردن ما. چشم در خدمتیم حاج آقا. خدا شما با عزتون. خدا. به به جناب روحانی، شما هنوز اینجایی؟ من فکر کردم رفتی. همین اطراف بودم، رفته بودم کنار چشمه. خیلی مواظب باش، این منطقه پر جک جونوره. متوجه. حاج آقا لطف کنید به خدامتون بگید اینقدر ما رو شرمنده نکنه. راجی به چه داری حرف میزنی؟ لطف کنید بهشون بگید ما عادت نداریم کفشای ما رو برامون جفت نکنه. کفشای شما رو؟ بله هر وقت کفشای منو میبینم برام جفت میکنه. نعوذ بالله. کفشات جفت شده؟ بله. چند وقته؟ 2-3 روزی هست. فکر کنم شما خبر دارین. من؟ به من چه؟ این کار باباست. یعنی بابا به من لطف داره؟ نه خیر، جوابت کرده. جوابم کرده؟ بابا هر کی میخواد جواب کنه کفشای جلو پا جفت میکنه. پس اون زواری هم که رفتم به همین خاطر بود. بله این از کرامات باباست. هر کی کفشش جفت شد بدون معطلی باید بره. شما اگر مقدار رو عذاب نشی زودتر برو. جدی میفرمایید؟ خیلی یا پیغام بابا رو گوش نگرفتن، روزگارشون سیاه شده. این چیزها رو نمیشه شوخی گرفت. از من گفتن.
این همه خرج کردم، بازم میخواستم خرج بکنم، نمیدونم برای چی کفشای من با جفت باشه. ببخشید من کتابمو این دور و اطراف گم کردم. خواستم ببینم شما یه کتاب پیدا نکردین؟ سفری بیا این کتاب ببر بهشون بده. دست شما درد نکن. خواهش میکنم. بابا جواب کرد یا امام زمان. نظر اگر نون میخوای بخوری باید حواسو جمع بکنی. ببین کفشا رو کی جفت میکنه؟ بعد از چند روز بعد اینا کفشاشو جفت بشن که نمونن جز ما پاری بکنن. نه پاری بکنی فردا من تو هم کفشاشو جفت میکنم. حاج آقا اصلا خوبیت نداره آدم با کرامات بابا شوخی کنه. با آبروی مرخص نباید بازی کرد. مردم با امیدی میان اینجا، نبایستی امید ازشو گرفت. نفرین بابا گرباخا دامن کسی رو بگیره روزگارش رو سیاه میکنه. شما حاج آقا تا هر موقع تمایل داری اینجا مهمان ما هست. به هر حال تو عزیز ما هست.
ما هم در خدمتیم، اما خواهشاً این بقعه مبارک رو با هم نریزید. برداری وسایل بیاره ببر تو ماشین. یلا زودتر دیر نشه. بلند تو بیار تو ماشین. دیر نشه زودتر. زودتر بیار برداری. زودتر بردار تو ماشین بذار. باری کلا. خدا ببینم. زودتر. بوده زودتر. کار داریم دیره. یلا کار داریم زودتر بذار. بذار بالا ببندش. بوده زودتر. یلا کار داریم زودتر بذار بالا ببندش. زودتر دیر میشه. زودتر وقت نداریم. زودتر. سلام علیکم. لباس کثیفاتو بیار بشوریم. من؟ بله دیگه. فقط همینه. دست شما درد نکنه. خیلی زحمت کشیدیم. زحمتی نبود. من میخواستم به خاطر دیروزم ازتون عذرخواهی بکنم. خواهش میکنم. اون کتابم قابلی نداشت.
اگه بخواید میتونم دوباره بدم خدمتتون مطالعه کنید. دست شما درد نکنه، خوندم، مطالعه کردم. با اجازه. خواهش میکنم. به هر حال بازم اگه کتاب شعری چیزی خواستین من در خدمتم. خیلی ممنون، مزاحم شما نمیشم. خدا. خواهش میکنم. خدا. مرقد از رونق افتاده، هنوز خستگی راه از سن زوار در نرفته. بابا روانشون میکنه. از قدیم همیشه وقتی بابا کسی رو نمیطلبیده روانه میکرد. هیچ کس یادش نمیاد که بابا اینجوری خشکتر رو با هم بسوزونه، بیه چشم ببینه. حاجی بابا یه کاری بکن یا شفاعتی. من با خاطر ریش سفید شماها آبرو مگه رو میذارم. انشالله قبول میکنه. بفرمایید. سلام. سلام ستاره خانم، خوبی؟ ممنون. دیروز اومدیم اینجا، هرچی وایسادیم شما نیومدی. خب چرا نیومدین مرقد؟ آخه بابا حاجی دوست نداره بدون اجازه بیای مرقد. بله درست. حیز خانم خیلی عذرخواهی کرد. گفت اگه میشه اون کتابی رو که گفته بودید بهش چند روز قرض. آها کتاب شعر؟ بله. خب همه اینو بدیم بهشون. این خیلی قشنگه. دست شما درد خواهش نکنه. می‌کنم. خداحافظ. به سلام. سلام برس. ممنون. شما هم به زحمت افتادید. دست شما درد نکنه. حاجی تو که گفتی شفاعت میکنم، پس چطور شد؟ بابا آدم های شکا که نمیطلبه. آخه کی شک کرده؟ وقتش که برسه میگم. آقا میگن کفشای خودمونم جفت شده. راسته؟ اون هم بعداً به تو میگم کاری کی بوده. یه دمه چشمه. سلام علیکم. سلام. حال شما خوبه؟ الحمدلله. شما خوب هستی؟ خیلی ممنون. ببخشید مزاحم شما شدم. خواهش میکنم. تو رو خدا درباره من فکر بدی نکنی. اختیار دارین. این چه حرفیه؟
میدونم کار درستی نیست آقا، ولی چاره دیگه ای نداشتم. خواهش میکنم. اگه من میخواستم فکر بدی بکنم طبعا خودم هم نمیومدم خدمتتون. شما لطف دارید. میدونم کار خطرناکی هم هست. ستاره رو گذاشتم مواظب باشه. راستش نمیدونم چه جوری بگم، ولی من خیلی نگران بودم. خواستم با خود شما صحبت کنم ببینم شما چی میگید. بفرمایید. میدونین که پدرم زیاد خوشحال نیست شما مدتیه دارین تو بوقه زندگی میکنین. به خاطر همین من خیلی نگران بودم. کاری میخواد بکنه؟ شاید کاری بکنه که مردم بلای سرتون بیاره. برای چی مردم؟ پدرم به اونا گفته به خاطر یه آدم بی ایمان بابای بوقه بهشون پشت کرده. لابد اون آدم هم منم. هنوز اهالی نمیدونن کیه، ولی خونشون حسابی به جوش اومده. اگه پدرم به اونا بگه شما ملحدین ممکنه بلایی سرتون بیاره. یعنی اینقدر حرفاشو باور دارم؟ بله، مردم خیلی به پدرم اعتقاد دارن. شایدم نخواد بلایی سرتون بیاره، فقط بخواد بترسوندتون که از اینجا برین. خواستم بهتون بگم که خودتون مواظب باشین. حتما یه فکری به حال خودم میکنم. اون کتابو خوندی؟ بله خوندمش، اتفاقا آوردم پستون بدم. قابلی نداره باشه. ممنون، خوندم. خیلی قشنگ بود نه؟ بله خیلی قشنگ بود. فکر کنم از این یکی هم خوشتون بیاد. من خودم شاید 500 بار اینو خوندم. 500 بار؟ حالا 500 بار که 50 بار. سلام. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ منتظر شما بودم. ترسیدم بابا حاجی منو ببینه. کاری با من داری؟ حیات خانم منو فرستاده. من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم، اما راستش هیچ کسی نداشتم که باهاش حرف بزنم. اصلا نمیدونم چی کار کنم. حاجی تصمیمشو گرفته، رفته با میرزا هم حرف زده. گفته اگه اون بیاد تو بوقه زندگی کنه منو بهش میده. یعنی بیاد داماد سرخونه بشه؟ خب آخه میرزا خیلی پول داره. حاجی اینجوری هم ملک و املاک اونو کم کم ازش میگیره، همین که من دوباره تو خونه میمونم. دیگه مجبور نیست بره زن بگیره. آخه بدجوری چشمش از زن جماعت ترسیده. واسه همینم منو تا این سن تو خونه نگه داشت بمونم. تو این مدت هر کی اومد خواستگاریم یه با ایرادی ازش گرفت، ردش کرد. اما حالا میگه این یکی خوبه. اصلا براش مهم نیستش که من نمیتونم با یه مرد قوزی زندگی کنم. تا فاطمه زهرا قوزی هم هست؟ من نمیخوام زن اون بشم.
اگه مجبورم کنن خودمو میکشم. خدا نکنه. حالا این میرزا قبول کرده بیاد اونجا زندگی کنه؟ نمیدونم والا، ولی فکر میکنم قبول کرد. تا حالاش که زندونی پدرم بودم، الانم داره زورم میکنه زن این میرزا بشه. اونم حالا دیگه نمیدونستم چی کار کنم. گفتم بیام با شما حرف بزنم ببینم شما چی. والا چی بگم؟ شغل این آقا میرزا چیه؟ کارگاه قالیبافی داره. قالیبافی داره. قصه نخور حیات خانم، انشالله این اتفاق نمیفته. به هر حال آدم باید سعی خودشو بکنه. خدایا دل ز ما بستان بذاری خدایا دل ز ما بستان بذاری نمی‌آید ز ما بیمار داری آخ نمیتونم لب لعلت بخونم دل چرا تشنه از با اینا داری فلک جوی دل شرکت کننده محترم شماره 3 بودن و شرکت کننده شماره 2.
فصل کشت و کار اومد یار من نیومد وای 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 دل من شکسته طاقت نداره والا اگه پیغون بده دیگه دوستم نداره وای 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 که دیگه نام آب براش خطر نداره وای 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 ای خدا نداره والا حاجی جون چند کیلو بود؟ بزنمش به حساب. نه میرزا، من نقد معامله میکنم. باز که شروع کردی الله اکبر. چی کار کنم که باید هوا تو داشته باشم؟ معامله با من نقده. پول بدی جنس میگیری. البته واسه پولت جنس خوبم میگیری. خب انصافا جنست هم یک حاجی، حرف نداره. پس رد کن بیا. حاجی واسه معامله اصلی حاضری؟ من همیشه اهل معامله بودم میرزا. هر جنسی یه نرخی داره. نرخشه بده به من. کی بیام خواستگاری؟ خبرت میکنم. البته یه گیره کوچکی آخون تو کار. همین روزا واش میکنم خبرت میکنم. پس من لباس دامادی رو بدم بدوزن دیگه. بده بدوزن. اما از قدیم گفتم با آب نرسیدی لباس در نیار. یه استاد بزن. ببخشید من چند روزه میخوام با شما حرف بزنم. لاکرزاد خلف کرده. اینجا هم کیمیکانی پیدا نمیشه. هم واقعا شرمنده، ولی چاره ای ندارم جز اینکه شرم حضور رو کنار بگذارم. چون به هر حال صحبت سنت و سیره رسول اکرمه. اینم از ماشین خوب. تمام جنس‌ها تقلبی شده. تکون نمیخوره لامصب. قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم 1 سال بیشتر از درسم باقی نمونده. درسمونم تعریف از خود نباشه بد نیست. در مورد صحت وضع اخلاقی هم میتونم از مدیریت حوزمون براتون نامه بیارم. یه تکونش بدیم روشن میشه. از لحاظ صحت بنیه و سلامت هم الحمدلله رب العالمین مشکلی ندارم. فقط یه مقدار فشار چشم دارم که اونم مسئله ای نیست. دیگه وضع درآمدم این که در واقع پشت رول میشینم. یه تکونش بده. تو سرازیری دور بگیره روشن میشه. چشم.
آقا جسارتا من میخوام دخترتون ازتون خواستگاری کنم. یه مردی معتبری ضمانت بکنه شهر. چی؟ یه آدم معتبر سفارش بکنه شهر. پدرتون دیروز چیزی بهتون نگفت؟ نه چیزی نگفت. حقیقتش نمیدونم چه جوری بگم. مثل اینکه شما یه چیز دیگه از من خواسته بودین، من یه کار دیگه کردم. چه کار؟ من جسارت کردم شما رو از پدرتون خواستگاری کردم. شما؟ بله. پدرم چی گفت؟ فکر میکنم تقریبا قبول کرد که رسما خواستگاری کنه. شما فکر میکنید رضایت پدرم حتما لازمه؟ خب ما که میتونیم در چارچوب شرع این کارو بکنیم، برای چی نکنیم؟ واقعا میتونیم؟ خب آخه خودش گفت یه ضامن معتبر سفارش کنه، چشم. اما پدرم رضایت نمیده. همین که پولای میرزا بدجوری چشاشو گرفته. بعدشم من فکر نمی کنم شما راضی بشی بیای داماد سرخونه بشی. تازه اگرم بشی اون بهت اعتماد نداره. البته شما پدرتون رو بهتر میشناسین، ولی من ته دلم خیلی روشنه، چون فکر میکنم مقدر بوده که این اتفاق بیفته. آخه من اولش فقط میخواستم برم یه گوشه بشینم تو تعطیلات درسامو دوره کنم، بعد یهو اینطوری شد. حتما مقدر بود، پس بقیه‌اش هم درست میشه. اگه قراره نرسیده کفشای ما جفت بشه، پس نظریامون رو ببریم جای دیگه. حاجی میگن کفشای خودت هم جفت شده، راسته؟ میگن بابا جوابت کرده. آره حاجی، کفشای خودت هم جفت شده دیگه، بچه رو خودت اگر من نمی‌ری؟ متولی اینجا میگم همه چی درست میشه ایشون. یه خورده دیگه هم صبر کنید، من دارم شفاعت میکنم، انشالله همه روزا مشکل بابا حل میشه. آره حاجی یه شفاعتی بکن. زودتر حاجی، الان یه مدتی داری فقط قول میدی. انشالله درست میشه، انشالله درست میشه. بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام جناب استاد. من به حرف روزت فکر کردم. برو زامنت بیا صحبت کن. خدا رو شکر پدرتونم ظاهرا داره رضایت میده. این دفعه خودش سر صحبت درباره عروسی باز کرد. بعد از همیشه خیلی مهربونتر بود، خیلی پدرانه برخورد کرد. نمیدونم والا، واقعا عجیبه. بهتون گفته بودم ته دلم روشنه، میدونستم بالاخره درست میشه. خدا کنه همینطوری که میگیم بشه. من فردا میرم سراغ استاد، ازش میخوام بیاد برای خواستگاری.
بیاد ضمانت ما رو بکنه. پس تو رو خدا یه کمی عجله کنیم. کار پدر من معلوم نیست. من هنوز از این قضیه میرزا یه کمی میترسم. من فوری استادو میفرستم بیا. شما هم اینقدر بد به دلت راه نده. اینجوری شاید به فصل عروسی هم برسیم. فصل عروسی کیه؟ مردم اینجا عروسی هاشون رو وقتی چیدن گردوها میگیرن. دیگه چیزی هم تا رسیدن گردوها نمونده. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. سلام علیکم. آقا تشریف دارن؟ بله هستم.
خداحافظ. خداحافظ. دیروز کجا بودی اومدن؟ ببین فردا همین ساعت چی شد حاج آقا؟ ما رفتیم صحبت کردیم، میگه دختر ما به طلبه نمیدم. مثل اینه که میخواد به عقد کستگی در بیاره. میگه دختر ما به طلبه نمیدم. چی شده؟ بالاخره اون نظر حاج آقا آخرش کار خودشو کرد.
عجب ماری رو تو آستین خودش بزرگ کرد. یکی هم دستم داشته مثلی که پول طلای حاج آقا رو همه رو دزدیدن. حاج آقا چوب زدن تو سرش. کشتنش حاجی رو. حاجی رو کشتن. خانوم دختر حاج آقا بوده. بعد از مراسم یهو عروس گم شده. 3 تاره بعد این اتفاقات به حال مرگ رفته. در مذهب عاشقی روا کی باشه عالم به تو بینیم و نبینیم تو را من نمیخوام زن اون بشم. اگه مجبورم کنن خودمو میکشم. خدا نکنه. به هر آن کجا
سرا سرایم به جز این سرا سرایم ملا لطیف در آخر سرگذشتش گفت ناکامیش با دختر متولی زندگی او را عوض کرد. گمان می کرد که متولی او را بیهوده امیدوار کرده بود و عاقبت نفهمید که دختر به دنبال او سرگردان شده یا خدای ناکرده خودکشی کرده و حکایتش را با این شعر به پایان رساند. صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نامه محال است که تحریر کنم. گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد، دین و دل را همه در بازم و توفیر کنم. دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم. نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم.